آقای کلاه قرمزی بیاد برای ما شیرمن. من بابا سر صبح چی بودم. بعد یارو میگه آقا تو چرا دماغتو میکشی بالا؟ آقا این خارکوسه اینقدر دماغو میدم چیکار کنم؟ میخوام تو خیابون راه میرم تمام پیرن من دماغی باشه. چی شد؟ دوستان من گفتن نباید دماغتو بالا بگی، چون بکشی احتمال داره بگن تو کوکائینی. هیکل من نمیبینی؟ چقدر دیوانه است هیکل من. بازوی من نمیبینی؟ بازو بگیرم یه ناموسم قشنگ هست هیکلم. آرکوسه آفتین بلند شد کونه. حالا ببینم درست شد. باید نمیذارن آیسی، اینا نمیذارن. الان ببین ساعت 7 صبح بیدار شدی به لطف پروردگار، سعی سالم، نه بخیه نه سردرد نه قرص هیچی. میخوای 5 دقیقه حال بکنی، الان دیگه نمیتونی داشت حال بکنی. حالا میخوای ادامه بدی یا میخوای ترمز بکنی یا میخوای قطع بکنی لایو. حالا خدا داره از اون ور میگه، ای خدا داره با من صحبت میکنه از آسمون به سمت پایین. میخوام الان دقیقا بریم خدا چیکار میکنه. الان وایسا بده شلوارک بپوشم بده وایسا. آخر منو بلند کردی. آخر پسر غریبه بلند کردی. شیرمرد کارتون خوابو بلند کردین آخر. فهمیدی آقا؟ اینجا رو پس نگاه کنید لحظه. من الان اول برگشتم گفتم که این شلوارک رو اینو داشتم قبلا، این زیر اون لباسای من بود، من اصلا اینو ندیده بودم. قشنگ هست. آره من میگفتم که این لایو داره یه جورای اعصاب منو خورد میکنه، چون من میخوام یه چند نفر اگه بشه بیارم بالا. اصلا این برنامه ها نبود، این برنامه ها همین الان افتاد. من گفتم خدایا من گفتم خسته شدم، الان میخوام بچه ها رو بیارم بالا، بعد تو لایو این ریکوست زیاد میدن نمیشه، روز تعطیله، به نظر آیسان باید قطع بکنی. بعد مثلا رو به آسمان بودم، حالا خدا داره جواب میده. واو نگاه کنید، خدا بعد میدونه که خدا سفیده دیگه. خدا اومد از آسمون، خدا از آسمون اومد، حالا اون از بالا. حالا من اینجا نشسته بودم اینجوری نگاش میکردم، خب حالا خدا از آسمون داره من نگاه میکنه پایین. ای چی میشه این؟ ای بنده ناخلف و کنکش، مگر مردم تو را ول کردن که تو آنها را ول بکنی. حالا بعد الان میخواد مثلا یه دونه سوره بگه به من، الذین دمرو، آیسی میخوابه دمرو، اگه لایو قطع بکنی بچه ها میان ویرو. فهمیدی؟ این خدا من گفت. حالا خدا میگه آیسان منو جلوی دوربین نبر، من رفتم، خدا رفت. فهمیدی؟ خدا رفت. حالا دوباره بنده خدا میاد عاجزانه جلوی شما، بچه ها غلط کردم دیگه این کارا رو یه دقیقه ولش کن، بذار یکی رو بیاریم حاجی، اذیتمون نکن بابا. این کلاه رو میذارم یاد کی میفتم؟ یاد مال افغانستان بود، مال پنشیر بودن، مال پنشیره. کجا بود اونجا؟ چی بود؟ پدر پسر بودن، پدرش چریک بود، چریک پدرش کماندو بود. چی بود؟ همین آقایی که توی جنگلا توی کوهستان‌های افغانستان بود. بعد یه پسر داره، همین کلاه مدل هم میذارن دیگه. من چه میدونم کی بود، حالا هر کی بود خدا بیامرزه برادر دیگه. پنشیر مسعود نه چی بود؟ یادم نیست چی، اصلا نمیدونم چی بود.
آقا بنویسین اسمش چی بود این آقای شاه محسود بود، چی بود اسمش بنویسین. محمد اسلامی برادر جان کیه؟ برادر من اسم مرده رو بنویسین. پنشیر جمعه نه بابا، چی بود اسمش؟ مسعود، شاه مسعود. شما میسین که اومد اینجا فک فامیلاتون رو پیدا بکنه، انگار نه انگار اومدین تو لایو آیسان یکی از خواننده‌های معروف آمریکایی. احمد شاه مسعود. دمت گرم علی، دمت گرم. احمد شاه مسعود. داره شبیه اون شدم. جنگل‌های کوهستان. میخوام یه ریکوست بدم حاجی، میخوام انرژی رو میخوام تقسیم بکنم، نمیتونم. نمیفهمم، بدنم میفهمم دیگه، نمیتونم بشینم لشه میگیرم، یعنی باید این انرژی بره بیرون کسکش. الان با دوربین نمیره. اینو باید ریکوست بده یکی بیاد بالا. من اینقدر زیاده نمیذارین که من الان میزونم میخوام صحبت بکنم، میخوام به خون بکشم منطقه رو، نمیتونم. بدن رو باید درست بکنم. بدن رو باید درست بکنی آیسی. بدن باید درست بشه. دیگه واجی